نگهبانت خدا باشد همیشه، جدا از تو دلم آرام نمیشه. آیا آچه دو دستانه دی بوسم، تو را دارم در این دنیا فریشته. آیا آچه دو دستانه دی بوسم، تو را دارم در این دنیا فریشته. قربانی صدات آچم، شیرین سخنات آچه، دور از تو روم جای یادی تو کنم آچه. قربانی صدات آچم، شیرین سخنات آچه، دور از تو روم جای یادی تو کنم آچه آچه. در روی زمین گوهری نویاب تویی، بر درد و غمم مرهم و درمان تویی، بر درد و غمم مرهم و درمان تویی. گر رنج از من دیدی ببخشا تو مرا، دو دست به دعا آچه مددگار تویی. گر رنج از من دیدی ببخشا تو مرا، دو دست به دعا آچه مددگار تویی. قربانی صدات آچم، شیرین سخنات آچه، دور از تو روم جای یادی تو کنم آچه. قربانی صدات آچم، شیرین سخنات آچه، دور از تو روم جای یادی تو کنم آچه آچه. تشکر زیاد عبدالله جان. و عزاده خود ستم نبینی مادر، در زندگی روزی کم نبینی مادر، در خانه گرم خود کلانم کردی، اندر عوضش علم نبینی مادر. درود به همه شما مادرای عزتمند، هموطنان نهایت دانشمند و ذکی ما. عزیزان دل، این برنامه ایدانه است بخشیده به روز مادران با نام مادر فرشته زمین، و ما گروهی ایجادی تصمیم گرفتیم که در این برنامه اطراف بزرگی زن مادر تاجیک، احترام به زن مادر تاجیک برنامه تهیه بسازیم و دعوت نمودیم دوستان گرامی قدر در برنامه یک زمره زنان و بانوان را از دانشگاه و دانشکده ها، همچنین از مکتب های میانه شهر و ناحیه ها و اینچنین یک گروهی حجم نگاران که ما را احترام کردند و از راه دور آمدن، اکای مقیم جان عبدالفتایف، همچنین اپای گلبهار غفارова و همچنین سلیمان سید غازی، شما را من مخصوصا خوش آمدید میگویم به تلویزیون سفینه. همچنین دوستان عزیز در این گروه نشستن کهزاد فتح الله شاعر، یکی از روزنامه‌نگاران موفق شبکه یکم، خوب گلدختران زیبا و اینچنین نفران دیگر که از دانشگاه و دانشکده های کشور هستند. قبلا همگی شما را من خوش آمدید میگویم به تلویزیون سفینه و به عبدالله هم سپاس میگویم برای یک ترانه زیبا. سلامت باشین. تشکر. خوش آمدید. مرحمت. واقعا هر کدام ما و شما میدونیم که مادر، زن یکی از بهترین نعمت ها در زندگی من و ما و شما هست و هر نفری که به
قدر بزرگی زن مادر تاجیک میرسد و قدر بزرگی مادرای عزتمند میرسد، من فکر میکنم در زندگی خوشبختترین انسان است، خوشبختترین مرد است و برکت در کسب و کار و در روزگار ایشان نگر هویدا است، چون که همون دست دعای مادر است که ما به هر کجای میرسیم عزیزان دل. و ما پس از شنیدن یک ترانه از حجم نگارانی که در برنامه ما احترام کرده آمدند خواهش کنیم که خب یک کمک کنیم لحظه هایی که بخندیم و یک فراغت ببخشید به مردم، چون که مهمانای عزتمند ما شما را نهایت دوست می‌دارن. سلامت باشید. من راستی گپ پیش از همه سپاس تمام هنرمندان خندینکمون رو به شما و علل خصوص به کارمندان تلویزیونی سفینه میرسونم. سلامت باشید. بسیار بینوی بزیب. خب اگر بابت مادر گپ زنیم، در حقیقت در واقع مادر فرشته است که از روزی که چشم به هستی میکشید در برت است. البته. و البته احترام مادر را به جا آوردن این گمان میکنم که قرض هر یکی ما است. لیک یک چیز دیگر رو باید خواهد نمایم که ما که در بسیار برنامه‌های تلویزیونی، برنامه کنسرتی انا میگردیم و میبینیم، همین روز نگاه کنم اگر با سری لباسی ملی هم آمادگی هستن، بله. باز هم زیبا است. در یک تالار اگر نگاه کنید همه با لباسی ملی باشن، آدم الهامش هم دوچند میاد. دوچند میشه. بله. خلاص ما امروز با همراهی من سلیمان جان و گلبهار خان اینجا حضور داریم. البته درباره مادران من یک چیز گفتنی هستم که حاضر جوابی زنی تاجیک به یگان چی دنیا با یگان زن برابر کردن ممکن نیست، چون که اگر مثلا گیریم یک روزی سحری روزی شنبه و یک زن به شوهرش آمده است که من خانه مادرم میرم، شوهرش هم گفته است مایلش میروی. اگه زنها چقدر آماده میشن، سحر میشوین، وای میکنن. همون وقتی رفتنش آمده است که ساعت 13 شوهر گفته است من کارخانه به دعوت کردن امروز نرفت گفته است. فهمیدن؟ من خانه مادرم میروم گفته که مایلش گفته که بعد ساعت 13 من نرفت گفتم ماند زنی تاجیک نگفته میتوند یک گپی زور من سری شستگی کتی شینم میگفته نبینید اینا همه نمیگه دیدن این چیزا. خلاص باز یک چیز دیگر که دوگانه وا میخورن گفته است دوگانه جان من به همین یازنات هر سحر من آش گرم کرده میدادم، همین سحر چاینیکوی برداشت زده میگوید که تمام دلم به زد بلینچیک پاس گفتن بعد چیکار کردی پخته دادم گفته است آش پرتافتی می نه بلینچیک به پیچونده دادم. اینو ببینید همین اینها اقتصادیاتی اولی با فایده دارند که همه چیز اینها به حساب میگیرن. میگن که آش اگر یک طرف مرد پزد یک طرف زن پزد کدامش شیرین میشد گفته. با فکر شما سید انور؟ البته آش که زن میپزد. نه انور جان مرد میپزد. چرا؟ چون که زنها اکونوم میکنند و اما جهت اکونوم میکنند. ما همین یافت ما همیشه میپرتیم. برای خاطری باز هم تابع خوش و گواره همین تماشاگران عزیز من میخواستم با همراهی سلیمان جان درباره یک همسایه هایی که در شهر دوشنبه پایان یک بینای بلنداشونه زندگانی میکنند همونجا با پایان با فرامده همونجا صحبت کرده که همون نمایش دیم. باشد. مرحمت میخزیم ما باشد. با حضور. رامیش من نبین هموریه من نرسون که با میکروفونش کار نمیکنه بیا ایدرت بیا نرس به بچه با یوزار سفیا چه دور نرم همین نزدیکا به بازی کن رامیش دور اندگرد من ماشین آپیل به چوب برو آمده مرسیدس برو امریه یوزار سیف بانی دختر چوبه ندارا روت میکنن رامیش جان آخه کپچه تا گرفته سه دستت میشینیم آخر اما یک بیلچه از این گروه کلش بفرار یوزار سفیا چه اوای بچه دورتر استا رامیش هاوری دهنش میگذرد کسل میشی خدای رامیش چخل زنم آخه بیگه ها نگاه میکنی که ددد منم میزدن آخره خدای رامیش بالی آپل نبرا میسش ببرا قیمتش ببرا بچم میبخشید شما کی؟ میبخشید چخیل من کی؟ اینجا آخر میبخشید برای انا همین دام کوده کشته شما از کیم کجا آمده اینجا به چه گپ زده؟ چخیل از کیم کجا میبیایم؟ توبه کردم توبه من میجدو پروچیم کرنیوای دوشنبین که ای همین دام میشم میبخشید و روسیه دانید گپ زنید مالش؟ چی شد از کی؟ شما گفتنی که یعنی که تکجایی شما؟ ها بله من تکجایی روسی بعد تکجایی باشید کریچ نوی دوشنبین که میشه من خطا گفتم بخشیش گوش کنید لبای از همین دام میشما؟ ها از همین دام خانتان کجا؟ ها من نگاه کنید اینجا سر قفاتر استید اینجا دو نزدیک نشین من نگاه کنید این آینه دیداسگیتان نه یک تا همینه گذارید انا وای سیاش مای ماشینا همه هم آینه ما سیاه
خونه ها مویم تنی راونی میگوییم ترین راونی نیوی و خانه رویلی الکش 3 بار سوختگی اونجا خریدم دیدم شما ها به نزدیکی کوچیدیم اونجا نگاه کنید کو این طرف بگیرید خانه من اینجا من نگاه کنید دو جامشوی آویخته کو انا من تریکا کتی هم تو برایدو شیم کتی فرویدو مایکا به چسب دیسرا هم تو نگاه کنید اگر این طرف اند رزیمو وای شبنم کنی کجا با نامم شبنم نامی من سارا حیران کردی ما رو وای پسرش ها پسر چی خدا این رامش جان نبیرم ها راستی گپ دامادم که ما زندگی میکنه دخترم دامادم ده دامادتون قدی من گفتم که مادر جان بیاید این رامش به کمتر نگاه کنید گفت چی کردن آمادگی من اینجا نفس کرید خاله فرزند تو میوکس ها فرزند خودم لیکن همین راستی گپ دامادم همین احترام میکند من باور کنید مادر جان چی خواهید من بیارم بهارستان برام می خاجابیگرم برام می سفید دره نه مونده سفید دره گرفته بود چه خیلی نه همین قدامات من احترام میکند انا من خیلی کامera بدست بالاش میشتی که آدم میلاغش دست که خیلی سیاه خیلی کلوف من این طرف رفتم من شینونده این طرف به هیکر برای شما این طرف با نمیدونم تا ورزاب خودم اومدم من خیلی اما گاهی های ورزاب به خدا الله عمرش دراز شد من داشتم تیز اومد دفتر در کتی همین 10 تومن دادم به خدا همین حیاتم نگاه داشتم نه شما شوخ خاله شما شوخ بودید شما هم شوخ بریم راستی گپ دامادم یه روز بگیشتگی بودیم همین تلویزیون با یک روز نمایشی ومیر ژیوات برنامه درباره حیوانات همین مار نشان داده بود که رامش جان دویدم دادا مار گپ میزند میگفت من همون طرف بایستادم داماد من بنیا کرد آچا آرام نشینید میگردم شما یه مار گفت زیخ شدم پگاهی سهرش من گفتم جارو بتید من همین تکگوی پدیز در روبم میگه که جارو برای شما پریدم بمی یا رفتم بمی خاله کدام آدم جارو بپریده است با جز کمپیر پریده همسایش ببینیم از خالجان درست می اینا نشناختم نکی اینا تگتون هم ده اکی ما تگی اینونده تا با گوید این گبری تو نگاه کنید و من نگاه کنید ای خدا نگاه خانهشان تگی خانهشان گوید یه خاله تگی من هنگی مینا خانه تگی خانه تگی شما با همسایه هر دوتا وای گوش کن تو لبا یک نرگرشون تو می چیز نمیگری بیدار شو چکای نام میمونده است نیه آب بماند کو سویت بماند کو هوا بمونده است نیه زندگی تو نیمی شاو همه جا گپ تگی داماد اثر تا بگونی میشنیدونو همین گپای نمیشنید تا میشما راستی گپ کو چی گویید مویم شما ببین پام و پوری خوشویه باشیم اگر مویم گرفته میرند ما فقط دنبه میشنیم دیا گرفته میبرن شما چند با همین چند بار میگه میزنی دا همسایه من چند بار شیندگی چندی ماشین به دیسا دیام دیم شما یا دی نمیکای تیکو کتی اومده تیکو خودی آدمش پور با این بود نگاه کنم یختش مفرم دید تاکسی وای همین خوالا برسون وای گویدی خواه که اکون بار شما دیده سمو دل ما وای منم که اینا کتی بسیار گام نزنید شما نام آمدید تو کارنیوای گفت دو شما اصلش از کجا اصلش من ایاوان یاوان من بگشتم من تکجایی من شما دوشنبین که دیوشتیچ کجا دیوشتیچش دیوشتیچ آخه ناحیه ولایتش یک شما هم دوشنبین که نمی من دامادم کجا رو بعد همونجا میرم من دامادم یعنی من کارمندی بدیعه میدونید من اینجا برای چی آمدم دوشنبه با چی با یک اون گنرالی دستش خالی یاوم رسمو چهری از گنرال دامادم بوقی کنم استودیا وای خاله جای بودید شما اصلش بگیریم منم دوشنبین که نه یا ما ایشکاشی گفتم چشمه های اونجا آدم به وای میکنه شاورم و یعنی که هیا ما سیاره ده سیاره اگر سیاره شما باشید اگر آفتابو نبینیم نباشه مخالف کنم با یک گپ زنم می بیایید تو رویم اونجا مسئولیت سومالک کنیم نوروز رفتیم شما 50 هزار سیف بعد از نیم ساعت در خونه رامیش بازی کرد گپ تشکر خب دوستان عزتمند گفتیم که در برنامه ما حضور دارند روزنامه‌نگار کوهزاد فتح‌الله و کوهزاد بسیار یکی از روزنامه‌نگاران موفق است و در برابر کار مشکلی روزنامه‌نگاری باز به ایجاد شعر مشغول هستند ایشان و نخست شما بگوید کوهزاد که بزرگی زن مادر تاجیک را چگونه تصویر میکنه چون میگویند که حرف و کلامی که شاعران البته میگویند این هدیه آسمانی است من میخواستم از نکه آینه روی مادر خود بزرگی تمام مادران را وصف کنم
بزرگی مادر من شخصا در این است که 11 فرزند را در کوههای سربافلاکی یعنی که تاجیکستان عزیز کوههای زرافشان به وای رساندم. آفرین آفرین به مادر تاجیک. و من میخواستم یک بر مرتبه و مقام مادران یعنی که قربان باشیم. میخواستم البته قربان هستیم دیگر. بله در ادامه برنامه و صحبت همین را برای مادران مهربان بگویم. بر مرتبه و مقام مادر میرم. بله. بر شیره هر کلام مادر میرم. هر شام و سحر به خانه می آرد فیض. بر صبح صفای شام مادر میرم. نامی که به من گذاشت شهرت بخشید. تا عمر بود به نام مادر میرم. یک زمره اگر غلامی دلبر میرند ای کاش که من غلام مادر میرم. بله. آزار دهند زمره مادر خیش من کاش در احترام مادر میرم. هر لحظه زدیدار پسر شاد شود بر شادی بر دوام مادر میرم. بله سلامت باشید. مادری خوش نظرم هر نظرم هدیه توست. اثری دورم اگر آن اثرم هدیه توست. در فضای ابدیت پی پروازی دراز. مادری مشتی پرم بال و پرم هدیه توست. عقل تو گر کوته گفت کسی کوتهی کرد. چون تکاپوی رهی دورترم هدیه توست. عجب این است که زن را همه خوانند ضعیف. با ضعیفیت همه کر و فرم هدیه توست. آفریدی تو مرا تا زی جهان بهره برم. بهره بردن زی همه بهر و برم هدیه توست. آفرین آفرین خواهر عزیز سلامت باشید. تشکر. شاعر فرموده که یک شب آن رنج که مادر کشید در دو جهانش نتوان برکشید. بله. وقتی در دو جهان قیمتی زحمت یک شبه مادر ما جبران کرده نمیتوانیم. دو کلمه و جمله گفتن باور دارم شأن و شرف و اعتبار و نفوذ و مقام و منزلت زن مادر انعکاس کرده نمیتونه. بله. ولی هر کس وابسته به امکان و اختیار و اراده و میل و محبتی که دارد کوشش میکند هر قدر در دل هست به زبان بیارد. میگن که مادر با یک دست گهواره و با دست دیگر سیاره را میجنباند. بله. اینجا من یادم آمد سخن استاد لایقی میگفت گرم شاعر نمیزاده کجا من شعر میگفتم. آفرین. بله. یک خالق پروردگار است. دیگر خالق مادر است که شاعر به دنیا میآورد، عالم به دنیا میآورد، دانشمند خلق میکند. بله. یک شخص برومند میآفرد و درجه بزرگی فرزند این پیش از همه به نظر من خدمت بزرگ مادر است. بله. نکته دوم این است که اگر پیرامون زن مادر صحبت کنیم گر رود زیر زمین یا به فلک خیمه زند هر کجا مرد بزرگی است گرفتار زن است. بله. من از سخن پیشوای ملت اشاره میکنم. در یک سخنرانی خیش پیشوای ملت میگوید که وقتا که من میخواستم در مکتب عالی تحصیل کنم ما دستیار پدر بودیم و باید برای پدر کمک میرسانیدیم و پدرم نمیخواست که مثال ما در مکتب تحصیل کنیم و دستیار او باشیم. لیکن مادری من و پدرم گفت که من کار خانه را میکنم، کار عادی را میکنم، تمامی که به شما کمک لازم باشد من برای شما کمک میرسانم فرزندی من خوانده دانشمند شود و فعالیت کند. این واقعا هم بزرگی مادر است. مادر هر کاری را انجام میدهد که فرزندش خوشبخت باشد، آینده برای زندگی خوب، برای پیشرفت ملت، برای پیشرفت دولت سهمگذار باشد. برای همین مادران عزیز را ما دوست می‌داریم زیرا که مادر فرشته زمینی است. حتی برای فرزند نه تنها محبت بلکه لازم باشد جان خود را فدا می‌کند. روز مادران مبارک باشد. سلامت باشید. تشکر. همین خواستم یک شعر در وصف مادر قرائت نمایم. نگیرم چشم از دنیای مادر، خیالم بند تشویش های مادر. تو گویی هستی از سیماب دارد که باشد بیقرار افزای مادر. به فرهنگم به آبی زر نوشتم بهشتی طفلکان ماوای مادر.
سفیدی های راه ما به عالم بود از شیر جان بخشای مادر. به عالم آدمی دلسوز کم نیست، کسی اما نگیرد جای مادر. سلامت باشه. بله آفرین، سلامت باشه. سپاس به همتون برای یک صحبت‌های خوب، برای قرائت شعرها. و اگر در وصف مادرای عزتمند ساعت‌ها و ماه‌ها و روزها و هفته‌ها و سال‌ها حرف بزنیم کمی اندر کم است. من این را به واقعیت میگویم، چون که همون یک شبه آن رنج که مادر کشید در دو جهانش نتوان برکشید، طوری که مستقیم اینجا اشاره کردن واقعا هم این گونه است. همون شبانگه ببینید عزیزای دل که با یک پهلو میگردیم، همون اوچه جان سر ما را سیله کرده میگه بچم چه حال داری. واقعا همین بزرگی مادر است که هر ساعتی که ما خوابیم و یا هر ساعت 3 شب است 4 شب است مبادا که بیدار میشیم، مادر حتما که بالای سر ما بیدار است و آماده است که برای فرزندش خدمتگزار باشد. و همین را فراموش نکنیم که بزرگترین شخصیت های روی دنیا از دعای مادر عزتمندشان به جای رسیدند. خب پس من هزارها سپاس میگویم به تبار با خیرت مادران عزتمند. و یک ترانه میشنویم از جانب علی محمد فقیرов دادر عزتمند ما که مهمان برنامه ما است. باز
تشکر. واقعا دوستان عزتمند، هر کدوم ما به هر کجایی که میرسیم باید خوب بدونیم که از دعای مادرای عزتمندمون است. دیگر خوب، من میخوایم یک چند لحظه صحبت با شما مهمانان عزیز که در این پهلوی استودیو نشسته داشته باشیم. از شما شروع میکنیم. اولین تحفه‌ای که به مادرتون هدیه کرده بوده چی بود؟ یاد دارم خرد بودم. در روز مادران؟ بله، در روز مادران اولین تحفه که من به مادرم هدیه کرده بودم این گل بود که از کاغذ خودم ساخته بودم. آفرین. بله، در مؤسسه بودیم و معلمه به ما گفتن که هر خواننده که در اینجا هستن تحفه تیار کنن و به مادران هدیه کنن. هرچند ما اون زمان خرد بودیم، من کوشش کردم که با کاغذ پاره هایی که رنگه بودن اولین گلدسته ساختم و به مادرم هدیه کردم. آفرین. الحال برای مادرتون چی تحفه دارید؟ شعر میخوانید؟ بله. مادر مادر به جان برابر مادر، دوباره ما شد به کس میسر مادر. یعنی امروز از فرصت مناسب استفاده بردم، میخواهم مادر خود را به مناسبت عیدشان تبریک و تهنیت گفته به همه مادران جمهوریمان تنسیتی، خانه آباد، بردباری و بگذار که دائما خنده در لبانشان هویدا باشد. آفرین، سلامت باشید. تشکر. در روز مادران از نام خودم همه مادران جمهوری را تبریک نموده به آنها اول صحتی، سلامتی، عمری دراز با برکت و تمام خوشی‌های زندگی را تمنا دارم. و مادر جان خودم این را گفتنی هستم که نمیخواهم بر رویش گرد باشد، دلش در زندگانی سرد باشد. تولد دارم از خالق یکتا، وجود مادرم به درد باشد. من از هستی او شکرانه دارم، به مویهای سفید شانه دارم. به هر جای روم با امر تقدیر، بگویم ثروتی در خانه دارم. بله، آفرین. بله، واقعا ثروت هست دیگر مادرها و زنهای ما. مرحمت. من یکم بار وقتی که معاش اولینی خود را گرفتم با مادرم یک گل دسته تحفه کردم که از آنها اشک جاری شد از چشمانشون، چون دخترش صاحب کسب شد دیگر. البته مادرتون رو خیلی زیاد دوست می‌دارید گمانم. بیاین یک قرص میزنیم برای مادر. واقعا این بزرگی زن مادر تاجیک است که ببینید برابر اسم مادر را گرفتن از چشمان ما اشک جاری می شود. قربان این بزرگی شما دیگر مادرای عزیز، خواهرای عزیز، بانوای عزیز. من میخوام یک غزل، یک شعر از لایق شیرعلی قرائت کنم. من یکمین بار وقتی که دیپلم اکادمی رو گرفتم همین شعر بود که من میسر شدم که دیپلم اکادمی رو گیرم. شعر از لایق شیرعلی، دست دعای مادر. در آن ساعت که دلگیرم کجای مادری پیرم، بیا بنمای تدبیرم که در گرداب تقدیرم. سرم خواهد نوازش های دستانی تو را امروز، دلم خواهد نگاهی گرم چشمانی تو را امروز. دلم خواهد دعایت را، دو دستت را چو دو بالی پرستوها و سوی قبله بکشاده، خدا را از فلک ها بر زمین خوانده. گسیلم کرده ای بر راه های دور، سپس از پشت من گریسته ای در خود فرو مانده. چی میپرسی تو از من بیشتر میدانی دنیا و قسمت را، تو از من بیشتر میدانی صبح و شام دولت را. ولی من هر قدر از قسمت دنیا سبق خواندم، کتبی کهنه و نو را چو بالین زیر سر خواندم. فزون از تو جهان و زندگانی را ندانستم، کشش های زمین و آسمانی را ندانستم. ندانستم که در 100 سالگی هم باز همچون کودکی پرپیچ خواهم مرد. ندانستم که بعد شیر پاکی تو فقط افسوس خواهم خورد، فقط افسوس خواهم خورد. آفرین به شما. من در ایتی مادر جان خودم که حالا از آن کس دور هستم میخوایم یک چند قرائت ها کنم. مرحمت. بهترین بوی کشیدم بوی نانی مادرم. بله. بهترین ابرو که دیدم ابروانی مادرم. نرمتر از دست مادر من ندیدم در جهان،
بهترین ملهم برایم دستکانی مادرم. در گوناگون فصل سال دیدم هزار زیباگی ها، لیک دوری خوشترینم در مکانی مادرم. گر ببینم هر سحر بالای سر آسمانی صاف، شکری روی بیغبارش آسمانم مادرم. محض کوشش و زحمت های مادر جانم بود که من حالا در این سین و سال رسیده در این تالاری زیبا سخن میکنید. مادرتون رو تبریک میکنید. مادر جانم هر روز از آینه نیلگون طریق شبکه سفینه، تلویزیون سفینه، همه شبکه های شما رو تماشا دارن. میخواهم رو به آینه نیلگون نگاه کرده بگویم که مادر جان دوستتان میدارم. رحمت به شما که مرا به این گونه به وایه رسوندید. بله مرا به وایه رسوندید. آفرین. تشکر. خب سپاس میگویم به همه شما و دوستان عزتمند. ما در برابر اونه که صحبت می شود در برنامه، لحظه های حجم می شود، همچنین هنرمندان رو دعوت کردیم که ترانه سرایی شود، خاطر مادرای عزتمند رو در این مثلا روز عیدشون شاد بگردانیم. و از اکای مقیم جان خواهش میکنم که یک حجم زیبا رو هدیه مهمانان و اون نفرانی که از اون چون دوربین ما رو نگه دارن هدیه بسازن. گوش کرده رو خودم به خودم خلاصه با آموزادیم که چی به من هم زن نیه گفته این تعریف بینید، این تعریف بینید. برای همین من گفتنی هستم که زنهای بسیار هم زیباترین دنیا در کجا گوید؟ در تاجیکستان. زنهای ما چونان مثلا از همه کم گپ در کجا گوید؟ در تاجیکستان. خوابشون برات همی ها گپ میزنم می؟ نیه. همین یک گروه زنی تاجیک شرشری نیاگاره تماشا برفتیم. همون جنگی گیت چی گفته است؟ دوستانی عزیز، از زنهای تاجیک کمتر آوازشون گیرن، آواز شرشری میشنویم. برای همین من گفتنی هستم که تعریف و توصیف هم خوب است، لیکن کم کم در حیات شما ما از حیات شما گرفته لطیفه میکنیم، سخنهای شوخ میگوییم، به عزت نفس شما نرسد، از سخنهای به مزه ما گوشتان در نکند. سلامت باشتون عزیزان. من نیز در نوبت خود میخواهم تمام مادران عزیز و بزرگی جمهوری تاجیکستان، تمامی آن تاجیک مادرانی که در تمام گوشه و کنار دنیا امروزها زندگی دارند و کار و فعالیت دارند، با آمدی ایدی نهایت بزرگ، ایدی مادران بانوان صمیمانه سختگیرانه شاد باش، تبریک و مبارکبادی ها گفته باشم. و در نوبت خود از زبان شاعران گفتنیم مادران عالیه یکدانه دنیا شما. بله. مادران زیبی حیات و زندگانی ها شما، قطره شیری شما معنی این عالم بود. مادران در این جهان معنی ها شما. عیدتان مبارک باشد. راستی که بنیاد امروز خرسندم که در همین برنامه شما اشتراک داریم و از نام خودم، از نام همه صنعتکاران تئاتر استودیو خانی کمان، مادران عزیز، بانوان مهربان را با روزی بهترینی روز تبریک میکنم. و من گفتنی که الهیم هر یک مادر، هر یک زن هر روز از فرزندش کلمه های بهترینی فرزندش رو شنود. یعنی فرزندانش هر روز خیالم به مادرش گوید که چه دوست می‌دارد، چطور آنها به مادرشان مهربان هستند و بگذار هر یک فرزند قدر مادری خود را داند. فکر میکنم بازم فرصت رسید که یک ترانه دیگر بشنویم و این ترانه ما اکنون به طور زنده اجرا می شود از جانب یک گل دخترک زیبا که همین حال من خواهش میکنم روی صحنه بیاید. مرحمت محبه بانو. ای جان فدای فرزند، ای مهربانم آچه، پیوند جانم آچه، ای قهرمانم آچه، پیوند جانم آچه، ای قهرمانم آچه. شکری خدا کی هستی چون سایه در سری من، مثلت کسی نباشه، آرامی جانم آچه.
شکری خدا که هستی چون سایه در سری من مثلت کسی نباشد آرام جانم آچد آرام جانم آچد دستی مرا گرفتی حرفی بد نگفتی تا خفتنم نخفتی ای دل ستانم آچد دیدی عذاب قسمت از دست طفل گریان آوازت برم من تا کهکشانم آچد شکری خدا کی هستی چون سایه در سری من مثلت کسی نباشد آرام جانم آچد آرام جانم آچد من حقی خدمتت را هرگز ادا نسازم بخشا مرا که امروز خود ناتوانم آچد با مهربانی زادی فرزندی کوچکی خود گر قدری تو ندانم نامهربانم آچد منی هزین را کردی بسی عزیزی دل ها غیری تو کس نباشد در این جهانم آچد شکری خدا کی هستی چون سایه در سری من مثلت کسی نباشد آرام جانم آچد دیدی عذاب قسمت از دست طفل گریان آوازت برم من تا کهکشانم آچد غیری تو کس نباشد در این جهانم آچد گر قدری تو ندانم نامهربانم آچد شما رو ما خوش آمدید میگیم و سپاسهای فراوان برای احترام کردن برای آمدن شبیه بهار همیشه زیبا بمانید در کار و کسب در راه ایجاد برای موفقیت های نو به نو رو به شما آرزو میکنیم فکر میکنم یک شام خیلی رنگین برای مادرای عزتمند ما برای کل بیننده هایی که ما رو طریق اکران تلویزیونی سفینه تماشا دارند و از مهمانانی که رو برای ما هستند میخواهیم اندر وصف بزرگی خودشون که مادر هستند زن هستند بانو هستند چی گفتنی دارند چونانه که میگویند زن مادر این محبت مهر و سعادت اصالت و جسالت علم و معرفت و زیبایی پرستی را در دل فرزند آبادی و آسودگی و تنجی و امانی را در عائله و دولت پیشبری میکند و ببینید که انا همین پرقوتی و متانت و جسارت زن تاجیک بود که زن تاجیک توانست سینا را عینی را رودکی را به وای رساند و به مانند این پیشوای معظم ما را که امام علی رحمان هم یک مادر تاجیک تربیت کرده به وای رسانده است و ببینید که یک دولت پراکنده را توانست که سرجم سازد و امروز ها در سیمای زن مادر نه تنها دانشمند اصیل بلکه صاحبکار سخاوت پیشه حامی وطن و مادر مهربان را نیز دیدن ممکن است به همین خاطر امروز در چنین یک تالاری با حشمت در احاطه چنین زنان و مادران و دختران زیبا برای من نشستن این یک فخر است و می خواهم که در سیمای این زنان و مادران زیبا تمام زنان و مادران
тоҷикистонро бо иди баҳор, омадомади рӯзи модар, ҷашни байналмилалии наврӯз табрику таҳният намуда ба ҳамаи онҳо пеш аз ҳама сиҳату саломатӣ, дасти каму сари хамро набинанд ва бо 4 мисра шеър мехостам ки модаронро бо идашон табрик кунам. خب شما را حسن نکو دلنشین باد، خوشی و نیک روزی ها قرین باد، ز قلبتان غصه و غم دور گردد، حیاتتان مثل نامتان نازنین باد. آفرین به شما. خوشبختانه کتابی که در روی میز است قسمت اول آن رو مادرنامه تشکیل میدهد. در ستایش مادر و زن آنجا گفتیم، ربایی که گفتیم اینجا نوشتیم برای بانوان تقدیم میکنم. به مرد دلی زنان به درد است مدام، رخساره اشان خزان و زرد است مدام، هرچند که این راز نهان میماند، زیباییشان برای مرد است مدام. با دعایت مادر سرسبز دنیا می شوم، در نبرد زندگانی دست بالا می شوم. با دعای سبز تو ای مادری دریا ضمیر، قطره باشم اگر شوریده دریا می شوم. از برایم در دل مردم اگرچه جای نیست، از برایم در دل مردم اگرچه جای نیست، با دعای تو ولی مشهور دنیا می شوم. با دعای تو ولی محبوبی دلها می شوم. مادر اگر می برایم به دعایت بر سفر، مثل مجنون کو به کو صحرا به صحرا می شوم. با دعایت می مرد الهام کوهزادت، ولی با دعایت شاعری زور و توانا می شوم. آفرین، آفرین. من در دوام برنامهش به کمی 3 مراتب از قلب گریستم و 3 مراتب خندیدم. گریستم اما حالتی که سرودها خواندند در وصف مادر که بسیار مؤثر بود و سخنها گفتند. برادر عزیز هنرپیشگانی من استودیوی خندین کمان، یعنی تنها مادر است که میتونیم در روز اون هم ببالیم و هم بگریم. این بزرگی به نظر من دیگر یگان پیوند یگان ذات مخلوقی ندارد و در عرفیت میگن که شخص پدر ندارد نیم یتیم است، ولی اگر پدر دارد و مادر ندارد یتیم کل. دعا میکنیم که دائما مادرها سربلند باشند، سلامت باشند، صحتمند باشند. هر روز برایشان عید است. امروز روزی مخصوص است، روزی مخصوص و روزهای دیگر برایشان مبارک. آفرین، آفرین. سلامت باشید.
مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت. یا داشت آگهی ز پر و بال خویش، لیک میل جدا شدن بالاخره سلامت باشید. مادر ای بودنت مژده‌رسانی بهار. واقعا هم ما امروز در چهره مادران بهار را میبینیم. میبینیم که مادرها با یک سیمای فرشته‌وار در اطراف ما حلقه زدند و قلب ما را با این چهره نورانی شاد میگردانند. واقعا هم قلب مادر مثل اقیانوسی است که مهر او را چنین کردن غیر امکان است و مانند همون اقیانوس در قلب خود نسبت فرزند مهر و محبت دارد و مادر فرشته است که واقعا هم درد شد بال و پر ندارد و برای نیکبختی فرزند تمام خوشی‌های خود را صرف می‌کند و محبت مادر این یک محبت بزرگ است که او را با چیز مقایسه کردن امکان ناپذیر است. واقعا هم مادرهای عزیز بزرگ هستند و بزرگی مادران باعثی وجود داشتن ما هست. از فرصت مناسب استفاده برده مادر خویش را و در سیمای مادر خود تمام مادران جمهوری تاجیکستان را با این عید بزرگ تبریک و مبارکباد گفته با آنها سلامتی، سربلندی و همیشه در بالای سر ما خوشبختیشان را آرزومندم. بگذار مادران دایم سرسبز، سربلند، سعادتمند باشند. تمام مادران تاجیکستان، تمام مادران سیاره را با روز مادر تبریک و مبارکباد میگم. بگذار هر روزشان فرخنده و نیکپی باشد. سلامت باشین. تشکر. اگر دنیا مرا نامحترم بیند، به گفت حضرت لایق مرا با چشم کم بیند. چه غم باشد که من شخصی نکو هستم، نکو حرف و نکو کار و هم با آبرو هستم. من از جمع شهان روی دنیا بیه و بالایم، اگرچه بی پول و مال و اگر بی گنج دارایم. مرا گرچه تمام آدم عالم بگوید بد، مرا گر از تمام معرکه عمر نماید رد. ولیکن باز دست خود بر روی سینه کوبم من، که خوبی خوبی خوبم من. اگر محبوبه دنیا پرستی من، به یاد مال و ملک این جهان افتاده مستی من. بگوید ای گدای روی ره بر من چی درکاری، اگر وقت برایم گنج دنیا را نمی آری. ولی او بیخبر باشد که من دارای دارایم، درون قلب گرم و چشم خوشبین جاویدان جایم. و این را نغز می دانم که من از بهترینی بهترینانم، فقط در چشم تو مادر، فقط در چشم تو مادر. این هم ممکن است فعال نیک باشد که در بیدارشوی فصل زیبای سال بهار ما عیدی زنها مادران را جشن میگیریم و امروز اینجا بسیار مصرع‌های شعرهای بسیار عالی‌جناب در وصف مادرها خواندن، قرائت کردند. من تنها یک چیز میگویم که مادران عزیز و ارجمندی ما، انا مادری شما، مادری هو و یا مادری هو و یا من مادری همه ما صحتمند و سلامت باشند، در لبانشون خنده باشد. همین روز مثلا گیریم این برنامه ما را تماشا کردن می کمتر دوری با کی هستن یک بار زنگ زنن یا بپرسن مادر جان چه خیلی سازی، سلامتی که یاد ناز. و
بسیار میخواستم که نه تنها 8 مرتبه هر روز روزی مادر باشد. برای چی نه؟ مثلا اگر این فصل زیبای سال بهار آمده شده است، ما تنها 8 مرد به مادرای یاد نکنیم، هر روز یاد کنیم، سحری خیزیم. من میدونم که مثال یک نفری در دیگر شهر است، در فدراسیون روسیه است، تلفن کند برای مادرش، همین روز همین سر خیلی خیستین سلامتیات نه تینجی سلام، مادر از این خرسند میشود. مثلا وقت بسیاری وقت مادر میگه که یک آواز تا شنوم کفایه است، من نه پولت در کار است نه یک اون چیز لازم است، تنها یک آوازی فرزند در کار است. برای خاطر همین من گفتنی هستم که بگذار مادران عزیز و ارجمند ما صحتمند و سلامت باشند و ما بسیارتر از مادران یاد کرده استیم. زنده باشید، سربلند باشید. تشکر. چمن سپاس دیگر میگیم برای بیننده هایی که از اون سوی دوربین برنامه ما رو تماشا میکنن، وقت میابند و اگر همین شام زیبا برنامه ما رو پیگیری کرده باشید و از این برنامه برای خود برداشت کرده باشید، ما گروه ایجادی خود رو خیلی موفق می حسابیم و من آرزو میکنم که همیشه به گوش مادرای عزیز صدای فرزندان همین باشد که آچه جان شما رو دوست می‌داریم. واقعا ما شما رو دوست می‌داریم مادرای عزیز، مادر عزتمند، من شما رو دوست می‌دارم. من در سیمای مادرم کل مادرای واقعا زیبا و کل مادرای دانشمند و با عقل و با ذکاوت تاجیک رو دوست می‌دارم. شما بهترین فرشته، بهترین نعمت در زندگی ما فرزندان هستید. شما هستید که در خاندان ما برکت است، شما هستید که در خاندان ما خرسندی است، شما هستید که در خاندان ما سرور است، شادی است، شما هستید که ما هستیم. شما باز به تکرار میگویم که بهترین قهرمان های سوژه حیات ما هستید مادرای عزتمند. ما اگر 100 سالها خدمت شما را کنیم کمی اندر کم است. بعد این خاطر تمنا میکنیم در انجام برنامه که به همیشه شاد و خرم، موفق، سعادتمند، تنصیحت و وارسته از تمام غمهای دنیایی باشید. همیشه خنده شما را ترک نکند و همیشه بالای سر ما باشه دیگر مادرای عزیز. با امید امن و امانی، تینج و آسودگی در کشوری آفتابی من تاجیکستانی بیشت آسا، با امید اونه که همین پرچم زیبای ما پرافشان باشد و من و ما و شما مادرای عزتمند، برادرای عزیز زیر همین پرچم از یک گریبان سر برآوریم و با افتخار تاجیکانه بگیم که زنده باشه وطن، تاجیکستان آزادی من. مبارک باشد جشن مادران یک بار دیگر برای همه شما. جان مادرم، من بر تو ایمان آورم. ای کاش باشی هر کجا، عمری سلامت بر سرم. جان مادرم، من بر تو ایمان آورم. ای کاش باشی هر کجا، عمری سلامت بر سرم، عمری سلامت بر سرم. بر خوابی طفلیم روم، باری دیگر با تبی خوش بر خوابی طفلیم روم. جان مادرم،
من بر تو ایمان آورم ای کاش باشی هر کجا عمری سلامت بر سرم عمری سلامت بر سرم پیشی تو خانم سرود از نو با لفظی کودکی در پیشی تو خانم سرود چلم بچینم بهر تو در تاقی نقشین خود چلم بچینم بهر تو در تاقی جان مادرم من بر تو ایمان آورم ای کاش باشی هر کجا عمری سلامت بر سرم جان مادرم من بر تو ایمان آورم ای کاش باشی هر کجا عمری سلامت بر سرم عمری سلامت بر سرم عمری سلامت بر سرم عمری سلامت بر سرم عمری سلامت بر